سلام عشقای دلم، خوش اومدی به چنل همستر رور. امروز میخوام بهتون 5 میلیون سکه جدید همستر رو بگم چجوری دریافت بکنید. 3 کارت کمبوی 9 مرداد روز سه‌شنبه رو بهتون بگم بگیرید و اشغال بکنید. خب دوستان عزیزم، ببینید تو قسمت اسپشیال ما 2 کارت داریم. بریم اون 2 کارت رو اول از همه باز بکنیم. امیدوارم که نیازی به فرند نداشته باشه. بچه‌ها میایید تو قسمت نیو کارتز. تو قسمت نیو کارتز که اومدید یه کارتی می‌بینید به اسم carry it like it's hot. این شکله. 77 ساعت هم مونده. یه کارت جدیدم اینجا اومده. اینو می‌خرید. اولین کارت ما هستش. من اینم اینجا هست می‌خرم بچه‌ها. کارت جدیدیه، به هر حال پروفیت میده بهم. اینو می‌خرید، یکی از کارت باز میشه. کارت بعدی ما تو همین قسمت اسپشیاله. میایم پایین یکم، میایم پایین. این همستر یوتیوب چنل. پس 2 کارت ما توی قسمت اسپشیال هستش. اگه تو قسمت نیو کارت نیست، تو قسمت مای کارت هستش بچه‌ها. بریم بزنیم. اینم از دومین کارت ما. یه کارت دیگه هم داریم که میریم اونم باز میکنیم، اما قبلش من تا 3 میشمرم. شما حتما ویدیو رو همین لایک بزنید بچه‌ها. 1 2 3. مرسی، ممنونم ازتون. بریم کارت بعدی هم براتون باز بکنم دوستان عزیزم. میایید تو قسمت مارکت. تو قسمت مارکت که اومدید، همین اول یه کارتی هست به نام فن توکنز. اینم میزنید و دیلی کمبو امروز ما کامل شد و 5 میلیون سکه دریافت کردیم. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، به دوستاتون معرفی بکنید. عشقید. فعلا خدا نگهدار.